آقا سلام و عرض خسته نباشید. تو این سری از ویدیوهای این کانال ما قراره که با همدیگه یه سری از غذاهایی که توی کانال کومان درست کردن خوردن رو با همدیگه درست کنیم و بخوریم و هم طرز تهیه‌اش رو ببینیم و همین که ببینیم واقعا نظرشون درسته یا اینکه تا چه حد نظرشون صحت داره. واسه ویدیوی امروز اومدیم کلم پلو شیرازی رو درست کنیم با همدیگه که توی ویدیو تست غذای شیراز خوردن رو بهش نظر دادن. بریم با همدیگه درست کنیم. در مرحله اول 2 پیمانه برنج رو میریزیم توی یک ظرف و میذاریم برای نیم ساعت تا 2 ساعت خیس بخوره. حالا دیگه اینکه نیم ساعت باشه یا 2 ساعت بستگی به تازگی برنجتون داره. هر چقدر برنجتون تازه تر باشه طبیعتاً کمتر نیاز به خیس خوردن داره. من برای 2 پیمانه برنج از 2.5 لیوان آب استفاده کردم. بعدش یه مقداری نمک میریزیم که با نمک خیس بخوره و بعدش با یک قاشق همش میزنیم و میذاریم که خیس بخوره. خب توجه داشته باشید این غذایی که من دارم درست میکنم واسه 2 نفره. پس در کل از 1 دونه پیاز استفاده میکنم که 1 دونش رو نصف میکنم. آقا یه چیزی هم بهتون بگم، واسه اینکه میخواین پیاز رو خورد کنید سعی کنید تهش که ریشه داره رو جدا نکنید که وگرنه خیلی اشکتون رو در میاره. بعد اینکه این کارو کردیم پیاز رو به صورت نگینی و ریز برش میدیم. خب بعد اینکه خوردشون کردیم توی یک مایتابه میذاریم و تو مایتابه به مقدار لازم روغن میریزیم و میذاریم که تف بخوره تا طلایی بشه. خب آقا ما به یه مقداری توی این مایتابمون روغن اضافه میکنیم به اندازه یک کف مایتابه رو بپوشونیم، نمیخوایم پیازمون غرق روغن بشه. بعدش که این کارو کردیم زیر شعله گاز رو روشن میکنیم و صبر میکنیم که روغنمون داغ بشه. حالا شاید بپرسید از کجا بفهمیم روغنمون داغ شده؟ ببینید برای این کار شما فقط کافیه که بیاید و روی روغنتون رو نگاه کنید. روی روغن من رو الان میبینید یه حالت حباب‌هایی داره زده میشه، این یعنی روغن من داغ شده. بعد اینکه روغنمون خوب داغ شد پیازامون رو برمی‌داریم و به روغنمون اضافه میکنیم. و اینکه دقت کنید پیازامون رو حتما باید هر چند ثانیه یک بار هم بزنیم که نسوزه. و اینکه حواستون باشه ما نمیخوایم پیازمون خام بمونه و نمیخوایم که پیازمون خیلی طلایی و خیلی سبک بشه. میخوایم در حد طلایی شدن پیازمون رو نگه داریم. خب خیلی خوب دقت کنید پیازمون به این حالت که رسید از روی گاز برشون میداریم و داخل یک ظرف میریزیمشون و روغنش رو دور نمیریزیم. حالا در ادامه بهتون میگم چرا. خیلی خوب بعد از اینکه پیازها رو سرخ کردیم و توی یک ظرف جدا ریختیم و به این حالت طلایی رسیده بودن بعدش میریم سراغ کلممون. کلممون رو به صورت ریز و خلالی برش میدیم و به صورت یک دست. توجه داشته باشید که قبلش باید کلمتون رو خوب بشورید. بعد از اینکه به این حالت رسیدن اول از همه یه مقداری از همدیگه بازشون میکنیم و بعدش تو همون مایتابه‌ای که پیازا رو سرخ کردیم یه مقداری روغن اضافه میکنیم. من الان به این مقدار روغن دارم توی مایتابم و یک مقدار دیگه روغن بهش اضافه میکنم. خب میبینید مقدار روغنم توی مایتابه چقدره. توجه داشته باشید که قبل از اینکه این روغن اضافه کنید و قبل این کلم‌ها رو بریزید توش حتما باید تمامی پیازها رو از توش در بیارید وگرنه بوی سوختن میگیره کلمتون. بعد از اینکه روغنمون داغ شد کلم‌هایی که ریز کردیم رو بهش اضافه میکنیم. خیلی خوب بعدش که داغ شد روغنمون کلم‌هامون رو برمی‌داریم و به مایتابمون اضافه میکنیم. در این مرحله یه مقداری بهش زردچوبه اضافه میکنیم که اون بوی بد کلم رو بگیره و بعدش هم میزنیم که قشنگ این زردچوبه ترکیب بشه.
خب بعد اینکه خوب کلم‌ها رو با زردچوبه قاطی کردیم، زیر شعله گاز رو کم میکنیم و در مایتابه رو میذاریم روش و چند دقیقه بهش وقت میدیم که کلم‌ها آب بندازه. بعدش سبزی هامون رو که خورد کردیم بهش اضافه میکنیم. خب من همونجایی که اون مایتابه‌ام کوچیک بود یه مایتابه بزرگتر آوردم و دوباره مواد رو انتقال میدم به اون. خب بعد اینکه اینو ترکیب کردیم، پیاز داغی که توی مراحل قبل درست کرده بودیم رو اضافه میکنیم بهش و دوباره خوب ترکیب میکنیم. یه مقدار شعله رو زیاد میکنم و میذارم با هم دیگه تف بخورن تا خوب طعماشون با هم دیگه مخلوط بشه. خیلی خوب، وقتی که دیگه اینا قشنگ با هم دیگه خوب تفت خوردن و با هم دیگه قاطی شدن، اینا رو میذاریم کنار. در یک قابلمه میاریم و توش 4 لیوان آب. بعد اینکه 4 تا لیوان آبمون اضافه کردیم، توی آبمون نمک میریزیم و صبر میکنیم به جوش بیاد. تو حین اینکه به جوش بیاد ما میریم برنجی که تا الان خیس کرده بودیم رو آبکش میکنیم و توجه داشته باشید تا حدی بعد این برنج پخته بشه که بیرونش نرم باشه و وسطش سفت باشه. خب بعد اینکه برنجمون رو به اون صورتی که گفتم درست کردیم، یک قابلمه میاریم که توش می‌خوایم کرم پلومون رو درست کنیم و توی اون قابلمه یک مقداری روغن میریزیم کفش رو، در حدی که یه لایه کفش رو بگیره. نمیخوایم زیاد روغن داشته باشه که مثلا غرق روغن بشه. خب به انتخاب خودتون که تهدیگ سیب زمینی میخواید یا اینکه تهدیگ نون لواش میخواید انتخاب میکنید. من نون لواش رو انتخاب میکنم و نون لواش رو میذارم ته قابلمه‌ام که ته قابلمه‌ام رو قشنگ بپوشونه. بعدش میریم برنجی که آبکش کردیم رو میاریم. فقط دوستان یه نکته حساس برنج آبکشتون این که باید حتما حواستون باشه و باید بالا سرش باشید موقع اینکه داره میپزه. اگه حواستون پرت بشه یهو دیدید برنجتون له شد. یه لایه نازک برنج میریزید کفش. بعدش کلمتون رو اضافه میکنید یه لایه. لایه آخر حتما باید پلو باشه. به این نکته هم دقت داشته باشید. و یه در قابلمه که قابلمه هم بخوره دمکانی رو روی قابلمه قرار میدیم و درش رو میذاریم. شعله گاز رو زیاد میکنیم و تا وقتی که صدای جیلیز ویلیز بده یا بخارش بلند بشه میذاریم شعلهش زیاد بمونه. بعدش شعلهش رو یک مقدار کم میکنیم متوسط رو به بالا. خب در حین اینکه اون برنجمون رو گذاشتیم که درست بشه، اون بقیه پیازمون رو برمیداریم و با یک رنده با دنده ریز شروع میکنیم درست کردن. بعد از اینکه پیازمون رو رنده کردیم آب پیازمون رو با دست میگیریم. بعد از اینکه خوب آب پیازمون رو گرفتیم به گوشتمون اضافه میکنیم و مقداری نمک و فلفل سیاه و زردچوبه بهش اضافه میکنیم. وقتی به بافت منسجم رسید ورزادنتون رو تمام کنید و بذارید 20 دقیقه تا نیم ساعت توی یخچال استراحت کنه و بعدش به شکل کوفته قرقری در میاریم و سرخش میکنیم. خب بعد از اینکه گوشتمون رو از یخچال در آوردیم و 20 دقیقه نیم ساعت اون تو استراحت کرد، گوشتمون رو به تیکه های ریز ریز اندازه یک فندق قلقلیش میکنیم. خیلی خب بعد اینکه کوفته قلقلیامون رو قلقلی کردیم کف یه مایتابه یه مقدار روغن میریزیم. من روغن سرخ کردنی استفاده میکنم ولی اگه ندارید نیازی نیست برید بخرید، از همون روغنی که دارید استفاده بکنید. الان که روغنم داغ شده کوفته قلقلیامو میذارم داخل مایتابه. خب دوستان من از پشت صحنه که مامانم باشه کمک گرفتم و گفتش که نیازی نیست حتما یک لایه باشه. میتونید روی همدیگه هم بچینید اینا رو و بعدش که هم میزنید خودشون همشون سرخ میشن. نیازی نیستش که لایه بخواید درست بکنید. بعد با شعله ملایم درست کنید که دورش نسوزه وسطش بخواد خام بمونه و یه حالت بدی بشه. این گوشتمون خوب درست میشن. من این برنجی که درست کرده بودیم رو درش رو بر میدارم و با یک
کفگیر قشنگ مخلوط میکنمش. خب دوستان، گوشتمون که به این حالت رسید دیگه برش میداریم از توی مایتابه. نگاه کنید یه همچین شکلی باید باشه. غذا تموم شد و من سروش هم کردم. حالا میخوام تستش کنم و نظر واقعیمو بهتون بگم. بچه این غذا خوشمزگیش یه جوریه که شما طعم اصیل بودنش رو حس میکنی. یعنی قشنگ طعمش مشخصه یک غذای ایرانی هستش. و به نظر من دو تا نکته داره. یکی اینکه میتونه سبزیش کمتر باشه و دوم اینکه نمکش میتونست بیشتر باشه، چون که سبزیش یه ذره زیر دهن میاد. به نظرم باید سبزیش کمتر میبود. حالا بازم سلیقه‌ایه، هر کس انتخاب خودشو داره. من این غذا رو در کل بهتون پیشنهاد میکنم. خیلی غذای خوشمزه‌ایه، خیلی غذای خوشمزه‌ایه. حتما درست کنید و نظراتتون رو تو کامنت برام بذارید و بهم بگید که به نظرتون دفعه بعدی چه غذایی رو درست کنم. خدا نگهدار.